ببینیم شکرانه قرچی و با لباسای کبود هست. ورزشگر تاجیکستانی در برابر حریف از این رقابت ها ابراز نظر کرده بود که به چمپیونات جهان نیز آمادگی خوب گرفته است، اما در برابر وطندار جدا قرار گرفتنش بسیار مرکب خواهد بود. ببینید روش های اداره کردن حریف به تخت پشت را که از مربی شایسته جمهوری تاجیکستان اختر رجبوف آموخته است، ولی روش های دفاع از ضد حمله، روش های دفاع در استحکام وضع را خوب ناموخته است. در همان لحظه اول در مدت 54 ثانیه شکست خورد از دست وطندار جدا. ورزشگر ژاپن یکی از ورزشگران جوان 19 ساله است و شکرانه قرچی و ورزشگر 23 ساله که در 54 ثانیه شکست خورد و شکرانه قرچی و یکی از ورزشگران که